راحت ترین و زیباترین کیک ولنتاین رو اینجا میخوام بهت آموزش بدم. ابتدا شیر و سرکه رو با هم دیگه مخلوط کنید و کنار بذارید. تخم مرغ و شکر و وانیلتون رو 10 دقیقه هم بزنید. خوب که کرم رنگ و کشدار شد، حالا بهش روغن رو اضافه کنید. چند ثانیه هم بزنید و بعد شیر و سرکتون رو که با هم مخلوط کرده بودین با رنگ خوراکی و پودر کاکائو هم بزنید، به موادتون اضافه کنید، هم بزنید، همزن برقی رو کنار بذارید. به آردتون بکینگ پودر رو جوش شیرین اضافه کنید. در طی 2 مرحله رو موادتون علک کنید. داخل قالبتون بریزین و در فر از قبل گرم شده به مدت 40 دقیقه بذارید بپزه. کیکتون که خوب خنک شد، ابتدا رویه کیک رو جدا کنید کنار بذارید و بعد کیکتون رو به 3 قسمت تقسیم کنید. حالا کرم پنیری رو آماده میکنیم. به میزان مساوی خامه قنادی و پنیر خامه‌ای رو با هم دیگه خوب هم بزنید تا فرم بگیره. خیلی راحت فرم میگیره. بعد داخل قیف بریزین و مثل فیلم روی کیکتون پایپ بکنید. این راحت ترین مدل خامه کشیه که شما میتونید انجام بدین. خیلی زیبا میشه. میتونید با کیک کاکائویی یا کیک وانیلی هم این کار رو انجام بدین. حتی میتونید پنیر خامه‌ای رو حذف کنید، فقط خامه قنادی اضافه بکنید و این کیک رو تزیین بکنید. وقتی که کامل کرم پنیریتون رو روی کیکتون، رو قسمت‌های کیکتون زدین، حالا اون قسمتی از کیک که گفتم کنار بذارید و با علک مثل فیلم به صورت پود در بیارید و روی کیکتون علک کنید. این خیلی کیکتون رو زیباتر میکنه. و بعد با مروارید یا حتی توت فرنگی یا هر چیزی که تو دسترستون بود تزیین کنید و کیف کنید.